تو این جلسه میخوایم راجع به یه دارویی صحبت کنیم که خیلی وقتا راجبش از ما سوال میکنن که چرا این دارو رو برای ما دکتر تجویز کرده یا برای فرزند ما تجویز کرده. ممکنه که پدر مادرها خیلی وقتا میرن سرچ میکنن، حالا منابعی که ممکنه معتبر نباشن یا حتی منابع معتبر برای کسی که توی اون حوزه آشنایی نداره، تخصص نداره، ممکنه که گمراه کننده باشه و این اونها رو نگران میکنه راجع به داروها. یکی از اون داروها که خیلی مورد سوال واقع میشه یه دارویی هست به اسم والپروات، سدیم والپروئیت، والپروئیک اسید، دپاکین، رهاکین، دیوالدین، اورفریل، اورلپت. اینا اسامی مختلف یک داروه که البته ممکنه یه تفاوتایی با هم داشته باشن، مقدارشون ممکنه متفاوت باشه. بعضی از این اسامی ممکنه یه دارویی از این خانواده باشه در واقع که آهسته رهشه و در طول روز آهسته آهسته آزاد میشه، بعضیاشون قرصن، بعضیاشون شربتن، ولی همه محتویاتشون در واقع یک داروه با یک عملکرد مشابه. داروی پرمصرفی هست، خیلی مواقع ممکنه که توی نسخه ها وجود داشته باشه و موارد استفاده و مصرفش هم متعدده. بنابراین ممکنه که یه کودک یا نوجوانی مراجعه کرده به روانپزشک با یه شکایاتی و پزشک براش این دارو رو تجویز کرده و حالا خانواده میرن و در واقع سرچ میکنن، جستجو میکنن، میبینن که مثلا این دارو مورد استفادهش در تشنجه و بعد خب این سوال براشون پیش میاد که بچه ما که تشنج نمیکرده، چرا مثلا دکتر براش این دارو رو استفاده کرده؟ نکته اینجاست که والپروات اول به عنوان یک داروی ضد تشنج در واقع مطرح شد و استفاده شد و استفاده میشه. یک داروی پرمصرف برای کنترل تشنج هست. داروی خوبیه، داروی مؤثریه در کسی که در واقع نوع تشنجش با این دارو هم خوانی داره و از این دارو میشه براش استفاده کرد. چندین سال استفاده میکنن، معمولا میتونه تشنج رو کنترل بکنه، حتی نوار مغز رو طبیعی بکنه و بعد هم بشه دارو رو قطع کرد. خیلی حتی از سنین پایین ممکنه که با استفاده از شربتش و بعد در بزرگترها با استفاده از قرصش این استفاده ازش بشه. ولی این تنها مورد استفاده این دارو نیست. بعدها بر اساس خواصی که از خودش بروز داد استفاده های دیگه هم در واقع پیدا شد براش و به خاطر همین هم هست که در روانپزشکی هم داروی بسیار پرمصرفیه. عمده ترین مورد استفاده والپروات در روانپزشکی این هست که این دارو خلق رو تثبیت میکنه، یعنی اجازه نمیده خلق و روحیه و حال و حوصله ما خیلی بالا و پایین بشه. ممکنه که برخورد کرده باشید با مواردی که افراد دوره‌های خلق پایین و دوره‌های خلق بالا دارن. گاهی اوقات این اینقدر شدید و اختلال آفرینه که در واقع نام اختلال خلقی دو قطبی میگیره. گاهی اوقات حالا ممکنه به اون شدت نباشه ولی خود این بالا پایین تر شدن‌های خفیف خلق و ناتوانی در تنظیم خلق در فرد بالاخره زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده دیگه. این که من یه خلق ثابتی نداشته باشم و این خلقم هی بالا و پایین بشه و روی شرایط من، رو کار من، رو برخورد من با دیگران اثر میذاره. برای اینکه این کج تنظیمی خلق، این بد تنظیمی خلق یا اون اختلال خلقی دو قطبی که خلق توش به شدت بالا میره و به شدت پایین میاد تو دوره‌های مختلف کنترل بشه و ما بتونیم خلق رو توی محدوده طبیعی اون وسط حفظش بکنیم و این اجازه رو بهش ندیم، یکی از داروهای پر استفادهش داروی والپروات به عنوان تثبیت کننده خلقه. بنابراین خیلی جاها توی این موارد میبینید استفاده میشه. از طرفی والپروات کمک میکنه که فرد بتونه در کنترل تکانه موفق عمل بکنه. بعضی ها تکانشگرن. یعنی چی؟ یعنی که
تکانه هایی رو که به ذهنشون میاد، داخل فکرشون، ذهنشون، مغزشون وارد میشه رو نمیتونن کنترل بکنن و بلافاصله اجرا میکنن. مثلا به طور ناگهانی عصبانی میشن، وقتی از یه چیزی ناراحت شدن نمیتونن یه مقطعی این وسط ایجاد بکنن، فکر بکنن، راه حل پیدا بکنن، تصمیم بگیرن، رفتار مناسب رو در نظر بگیرن و اجرا کنن. به محض اینکه اون اتفاق میفته اینها خشمشون رو بروز میدن یا هیجانات دیگر رو. به این رفتار میگن تکانشگری، یعنی انجام ناگهانی کار در پی یک محرک بدون فکر کردن به عواقبش. و خب طبیعتاً اون اتفاق میفته، بعد فرد تازه شروع میکنه به عواقب کار فکر کردن، پشیمون شدن و حالا تلاش برای جبران که گاهی اوقات هم ممکنه شدنی نباشه. یکی از کارهایی که والپروات انجام میده اینه که تکانشگری رو کم میکنه. باعث میشه فرد بتونه کنترل بیشتری روی تکانه ها داشته باشه و بتونه اونها رو کنترل بکنه، فکر بکنه و راه حل های بهتری در واقع برای اون موضوع و مشکل داشته باشه. از طرفی والپروات پرخاشگری رو هم کم میکنه. تو افرادی که زیاد پرخاشگری میکنن، کم تحملن، زودرنجن، خشمشون رو نمیتونن کنترل بکنن، والپروات کمک میکنه که بتونن این توانایی رو داشته باشن. گاهی اوقات والپروات رو ممکنه به تنهایی استفاده کنن، گاهی اوقات اگه کنترل یه خورده سخت بشه ممکنه که از داروهای دیگه در کنارش کمک بگیرن یا از والپروات در کنار داروهای دیگه برای کمک به اونها استفاده بکنن. یه نکته‌ای که ممکنه وجود داشته باشه این هست که توی روانپزشکی ما معمولاً سعی میکنیم برای خانم‌هایی که در محدوده سنین باروری هستن از والپروات استفاده نکنیم یا حداقل این استفاده رو داشته باشیم، برای اینکه چون والپروات در دوره بارداری منع مصرف داره به خاطر عوارضی که ممکنه برای جنین داشته باشه، ترجیحمون این هست که داروی دیگه‌ای استفاده بشه که اگر فرد در واقع اقدام برای بارداری کرد بتونیم اون دارو رو ادامه بدیم و مجبور به قطع اون دارو نباشیم. ولی اگه مواردی هم این چنین هست که فردی داره والپروات مصرف میکنه و بعد قصد بارداری داره، باید دارو تعویض بشه، والپروات با یه داروی دیگه جایگزین بشه که در دوره بارداری در واقع از والپروات مصرف نشه. داروی خیلی خوبی هست، خیلی مؤثر هست، بعضا ممکنه عوارضی ایجاد بکنه. تو سنین خیلی پایین زیر 3 سال ممکنه که یه نگرانی هایی در مورد آسیب کبدی وجود داشته باشه. در سنین بالا اون نگرانی شدید رو اصلا نداریم، هرچند که حالا ممکنه یه عوارض کبدی شاید داشته باشه که معمولا با کنترل 3 ماهه آنزیم‌های کبدی در واقع اون رو در نظر میگیرن، بررسی میکنن، یا اگر فرد مثلا علائمی مثل دلدرد داشته باشه پیگیری میکنن. اگر مشکلی باشه که مربوط به والپروات باشه، والپروات رو قطع میکنن و اقدامات درمانی مناسب رو برای اون موضوع انجام میدن. وقتی پزشک برای شما تجویز کرده حتما با در نظر گرفتن اون شرایط و علائم بوده و ادامه مصرفش مطابق نظر پزشک حتما اون اثرات مطلوب رو روی کنترل مشکلی که فرد داشته خواهد داشت. باز هم راجع به داروهایی که هم پرمصرفن، هم ممکنه که حرف و حدیث راجبش زیاد باشه یا به دلایلی ذهن افراد رو، والدین رو درگیر میکنه، صحبت میکنیم و سعی میکنیم که اون نگرانی ها رو مرتفع کنیم. اگر در مورد دارویی مورد خاصی هست، نگرانی هست، عوارضی مطرح هست، هم راجبش صحبت بکنیم تا در واقع با آگاهی این کار استفاده از اون داروها رو پیش ببریم.